هلو گایز بچه ها، خوش اومدی به یه آموزش دیگه. آموزش شخصی سازی کردن راست کلیک. باید اول ران رو باز کنید به کمک ویندوز و آر. اینجا این چیزی که من نوشتم می نویسید شل دو نقطه سند تو. اوکی میکنید. من اینجا یکی اضافه کردم، الان اینو پاک کنم. اینی که میخوام من بسازم براتون حذف شدیه. اینی که من میخوام بسازم براتون اینه که وقتی روی یه برنامه یا فایل کلیک راست میکنید یه گزینه میاره open with نوتپد. کداشو توی نوتپد میاره. خب بریم سراغش. همینجا یه راست کلیک میزنیم، نیو میزنیم، یه شورتکات اینجا می نویسیم چی؟ تو این کاد اونجایی که ذخیره شده رو می نویسیم که باید بنویسیم نوتپد ساده دات اگزه و اینتر. یه دونم اینتر بزنید تمام. الان ساخته شد. مثلا میام روی این برنامه راست کلیک نه اینجا نه ببخشید، مثلا میام اینو میبندم، میام روی این 360 توتال سیکوریتی یه راست کلیک میکنم، ادیت نوتپد رو بزنید، ثبت کنید، کدا رو بیاره. یه عالم کد است، 1000 مدل کد. اگه یکی یا چند تا از اینا پاک بشه و شما ذخیره کنید بیچاره شد. باید برنامه رو کلا حذف کنید بعدا نصب کنید. تا ویدیوهای دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم و فردا دوباره با ویدیوهای جدید پیشتون برمیگردم. خدا نگهدار.